از این راه چهارسمته در یک شبانه روز صدها ماشین تاجیکستان و قرقیزستان میگذرند. چهارراهه همزمان دهه چهارکوهی تاجیکستان را با خواجه اعلای این کشور و ناحیه بادکند قرقیزستان را با لیلک کشور همسایه میپیوندد. این راه را جانب تاجیکستان راه 275 متره و یا چهارراهه زرافشان نام میبرند و جانب قرقیزستان آن را تارتکاچا یا چهارکوچه میگوید. در جریان نزاع‌های سرحدی بارها این راه بسته شده است. 49 سال به دادگی گفته امضا کردی اینا همون وقت من ماست کپر کا ماست کپر که دیده است که من اگر قرضای برادری قرض گذاشته برات آخه نمیگم که وارق انکلاب او ایل باند ارقا سلوکتی رواد چخل انکلاب نوشته یا تو وارق ما انکلاب بودای این چند هزار اینجا قرغز زندگی بکردن مثلا کوکتوش است کار من کوکتوش ایت ارتباطش ایل سلوکتی رواد اختتیر سمرخانده راش نمی هفته گذشته صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در جلسه پارلمان کشورش گفت که مقامداران آنها و همتایان تاجیکی آنها در مسئله بی‌طرف اعلان کردن این راه به سازش رسیدند. او علاوه کرد که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف در این باره 2 بار با جانب تاجیکستان گفتگو انجام داده است. ما تارتکاچا رو برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند حدود بی‌طرف خواهد بود. ما به لیلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی می‌گذارند. مسئله چهارراهه سبب شده است که سیاستمداران قرقیز سر آن همدیگر را به خیانت و وطن فروشی متهم کنند. نعمت الله میرسیدوف روزنامه‌نگار و داننده مشکلات مرزی این منطقه میگوید چنین تلاش‌ها بی سبب نیستند. همون منطقه چهارراهه محل زرافشان چون که قرقیزها میگویند تارتکوچه این از نگاه استراتژی برای قرقیزستان خیلی مهم است. مقصد عبارت از آن است که اونها میخواهند از بنبست نقلیاتی ناحیه لیلک را برارند. به قول صادر جباروف در صورت منطقه بی‌طرف اعلان شدن این حدود 20 خانه تاجیکستانی ها و 3-4 خانه قرقیزستانی ها تخریب می شود. مقامات تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح ندادند. برخی از ساکنان محله زرافشان جماعت چارکو به عملی شدن این قرارداد باور نمی کنند. زیرا به گفته آنها در این محل حدود 50 عائله 10 سال باز زندگی می کنند. خانواده رشید اویزوف نیز که در مناقشه ماه سپتامبر منزلش تخریب شده بود نیت دارند هرچه زودتر به خانه نو ساختشان در شفت چهارراهه وارد شوند. به کوچوندن این میشه دیگه ما ایتی از اون نوازی میشتم کول کلوسیم مونه این به نظرم گابوی اینجی نیترال نمیکنه ورخو کجا کتی میبرد ورخو هم نیترال نکریم بدو اینو میگیرید و بعدی هم میگوید که ما نکریم این کارو میگو این برادری قرقیز اکو امروز اینتی پک خیزد اینتی. ولی برعکس این گفته ها قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان پس از ملاقات اخیرش با همتای تاجیک خود گفت که قرقیزستان و تاجیکستان در مسئله علامتگذاری سرحدی عمومی به اتفاق نظر دست یافتند. هرچند او دقیق نگفت که در کدام منطقه های بحثی به خلاصه عمومی آمدند، اما در یک مصاحبهش با رسانه محلی اشاره کرده است که بررسی مسئله ها با تاجیکستان خوب جریان دارد. کارشناسان تاجیک میگویند اگر موافقه جانب‌ها سر چهارراهه زرافشان و دیگر منطقه‌های بحثی متعلق به تاجیکستان باشد باید مسئله گذاری عمیق‌تر صورت بگیرد. اگر موافق قانون کارتگذاری گرد و تریتوری مو در حقیقت گرید گرد عین تاجیکستان است و راه در حقیقت این راه یکم بیزنس و تجارت میگن نزدیک میکنن مردمان بیمای ها باید راه رفتن نتکن و آدم ما سری مسئله ما از آن مو گوییم حقیقی قرقیزستان از آن مو گوی این که این مسئله حل کردن قین است برای همه مدعای پیش از همین که همون راهی عمومی اعلان کردن دکور طرزی کردن دکور دخالت نکردن و واقعا هم گذارد ما هم گذاریم و در یک و همون راهی واروخ هم همیشه کردن که انقلاب میگیم جنجال شد همون طرزی کردن اکو همه راه خیلی که آزادانه اشکی میشه و رو کنه دو ملت نزید میشه. اگر سخن درباره راه‌های ماشینگرد رود
باید همه راه‌ها مقام آزاد گیرند. یعنی اون راه‌هایی که از منطقه اقصای میگذرد، اون راه‌هایی که در کنارش مردم قرغیز زندگی میکنند، اونها نباید دیگر به راه‌های ماشینگرد دخالت کنند، راه‌های ماشینگرد رو بندند، امکان دهند که جانب تاجیکستان که در بالانس وی همین راه‌ها بود و هست وی تعمیر کند، دیگر مانع نشوند. یعنی این مسئله ها همش در همبستگی باید دیده برآمده شود. جلسه هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان اوید به تعیین و علامتگذاری مرز روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. دو طرف گفتند که یادداشت حسن تفاهم امضا کردند، ولی نه جانب دوشنبه و نه بیشکک هیچ تفصیلات از این گفتگوها و سند امضا شده را نشر نکردند. نهادهای دولتی تاجیکستان هم به هیچ شکل بیانیه‌های اخیری مقامات قرغیزستان را شرح نمی‌دهند. از جمله اظهارات روز 17 نوامبر پرزیدنت قرغیزستان که اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری بحث‌های مرزی با تاجیکستان حل می‌شوند، به شرح و واکنش تاجیکستان ماند. باوری به گفته‌های پرزیدنت قرغیزستان اونقدر مستحکم نیست. ما اعتماد زیاد هم نداریم. برای همین هم ما میگویم که باز نشود که امروز بعد دهندو به این راه ما مقام نیوترال دهیم، در اصل باز مسئله ها حل نشوند. وقتی که مسئله ها حل نمیشوند، زمینه برای مناقشه باقی میماند. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 30 سال باز نمیتوانند بخشی از قلمروی خود را تعیین و نشانه‌گذاری کنند. از 970-980 کیلومتر سرحد تقریباً 400 کیلومتر آن نامعین باقی مانده است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی می‌کردند. اما در سال 2021 و 2022 زد و خورد مرگبار صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها کس کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.